This is a war against civilization. Israeli and US strikes have targeted around 120 historical and cultural sites in Iran so far, including the Golestan Palace behind me. Under the laws of war, attacks on cultural heritage are prohibited. Because when cultural sites are destroyed, it's not only buildings that are lost, but humanity's shared history. Now, Iranian officials speak to TRT World about the damage caused to Golestan Palace and Sadabad Palace by Israeli attacks. اینجا کاخ گلستان هستش، حدود 450 سال قدمت داره اینجا و اینجا ثبت خدمتتون بگم که به ثبت یونسکو رسیده و متاسفانه در زمان شامگاه 10 اسفند اینجا مورد اصابت انفجار قرار گرفت، موج انفجار قرار گرفته. متاسفانه می‌بینید که اینجا یه بنای بسیار زیبایی بود که به نام تخت مرمر هستش که متاسفانه موج انفجار باعث شد که اینها همه خراب شه و همه ریزش داشته باشه. که ما بعد از اینکه اون اصابت قرار گرفت همکارا همه اومدیم، شب بود، خیلی دیگه همه ناراحت که این اتفاق برای کاخ گلستان افتاده. و همه جا دیگه پر از خاک بود، تمام اینجا پر شیشه بود، خورده های چوب ریخته بود و متاسفانه به این صورت در اومد که حالا انشاءالله که بتونن اینجا رو دوباره مرمت کنن و مورد بازدید قرار بگیره. با اینکه اینجا یه جای فرهنگی بود، یه جایی که بود که برای بازدید مردم می اومدن، متاسفانه اینجوری مورد تخریب قرار گرفت و انفجارهایی که در اثر حمله اسرائیل باعث شد که این اتفاقا بیفته و اینکه دیگه ما نمیتونیم بازدید کننده داشته باشیم. همه دوست دارن اینجا رو ببینن، از تمام دنیا دوست دارن اینجا رو ببینن که چه هنرهای زیبایی در اینجا هست، مربوط به ایرانیا هست، که همین گره‌های چینی که اینجا بود متاسفانه همه خراب شد. ما در مقابل کاخ سبز مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد هستیم. مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد بزرگترین مجموعه فرهنگی تاریخی کل کشور ایران هست و پربازدیدترین. خب در تاریخ 26 اسفند ماه حریم مجموعه سعدآباد بامداد مورد اصابت قرار میگیره و این اصابت باعث میشه که ترکش‌های حاصل از انفجار و موج انفجار 100 تا ساختمونی که در داخل محوطه سعدآباد هست و تاریخی هستن مورد آسیب قرار بگیرن و 3 تا کاخی که کاخ سبز، کاخ موزه برادران امیدوار و عمارت والی بیشترین آسیب رو می‌بینن چون نزدیکترین مسافت رو با حادثه داشتن. کاخ سبز هم از نظر آرایه‌های معماری و آرایه معماری داخلی و خود معماری که داره یکی از مهمترین و زیباترین و تخصصی ترین کاخ موزه‌های کل کشور ایران هست که متاسفانه آسیب جدی رو از حادثه دیده. این ترکش‌هایی که مشاهده می‌کنید حاصل از انفجاره و ما در واقع در کل مجموعه سعدآباد در 100 تا کاخی که در واقع 100 تا ساختمانی که داشتیم، بالای شیروانی‌ها از 10 تا 110 تا از این ترکش‌ها فقط روی شیروانی‌ها اصابت کرده بود، به درخت‌های محوطه اصابت کرده بود و به ساختمان‌ها که باعث تخریب بخشی از ساختمان‌های مجموعه شده بود و اینها در واقع حاصل از انفجاری بود که 6 تا انفجاری که در 40 متری سعدآباد در حریم سعدآباد اتفاق افتاد.